از هفته بعد تشخیص خواهم داد کی هست. من فعلا ماسک میبینم، اینه که باید حدس بزنم کی هست بر اساس جاهایی که نشستید. و چقدر خوشحالم که بعد از مدت‌ها دوست قدیمیمو میبینم، برادر علی. یادم میاد اون روزایی که من و لوئیس ازدواج کردیم افتاد به انقلاب و بعد من دنبال کار میگشتم، اومدم تهران و لوئیس خونه پدرش مونده بود هنوز و در اون روزهایی که خیلی سخت بود یادم میاد با ژیانم میرفتم به نارمک و این عزیزان در نارمک بودن، برادر علی و اکبر، و در این روزهایی که برای من سخت بود این عزیزان با من همراه بودند، با هم دعاها داشتیم، مشارکت‌ها داشتیم و روزهایی عالی بود. یادم میاد برای دفعه اول علی رو و اکبر رو در 1975 ملاقات کرده بودم و چه روزهای خوبی داشتیم با هم که این دو عزیز جز حواریون برادر هایک بودن، برادر ادوارد. و وقتی که برادر هایک رفت به گرگان، برادر علی گفت من نمیتونم صبر کنم، منم باید برم گرگان. پس نجاری در نارمک با اکبر ادامه پیدا کرد و ایشون رفت به گرگان و چقدر شاهد کارهای عظیم خدا در زندگیشون بودیم. من به شخص تشکر میکنم برادر علی برای خدمات عالی که در این سالها انجام دادید. من مطمئنم خداوند خودش همه اینها رو دیده. در این سفر اخیر متاسفانه آیپدم رو جا گذاشتم، با یک چیز دیگه دارم میرم جلو. اگه بتونم روشنش کنم موعظه میکنم، اگر نتونم روشنش کنم با هم دعا خواهیم کرد. خدا رو شکر. خب 2 هفته پیش که اینجا در خدمتتون بودم صحبت کردم که خداوند برای ما در سال 2022 میخواد که چه جور باشیم، چه جوری بریم جلو، چه کار بکنیم و دعا میکردم خداوندا حقیقتاً امسال چه جور سالی خواهد بود و خدمت شما گفتم که برخلاف آنچه که هی گفته میشه سالها بعد از این همینطور رفته رفته سخت‌تر خواهد بود، برای اینکه بر اساس کلام خدا من دارم بهتون میگم که سخت‌تر خواهد بود. و اگر به کلام خدا نگاه بکنیم میبینیم که عیسی مسیح دورانی رو که داریم توش زندگی میکنیم دورانی تشبیه کرده که عین درد زایمانه. آقایون خوب با درد زایمان آشنا هستند، برای اینکه وقتی که خانماشون حامله هستن و میخوان بزان اونا در یک روز میزان، آقایون هر روز میزان و بعد اونم هر روز میزان. بنابراین با این درد زایمان آقایون خوب آشنا هستند و این که مسیح میگه مثل درد زایمانه. درد زایمان اول فرض کنید 6 ساعت به 6 ساعت شروع میشه، بعد میگن خودتو لوس نکن فعلا وقتش نیست، بعد 5 ساعت به 5 ساعت، بعد 4 ساعت به 4 ساعت، بعد 1 ساعت به 1 ساعت، بعد همینجور بریم دیگه، نیم ساعت به نیم ساعت، 5 دقیقه به 5 دقیقه که شما الان وقتشه دیگه، الان باید برد بیمارستان. منظور مسیح این بود و میگه که وقتی که خبر جنگ ها رو میشنوید، خبر کشتار ها رو میشنوید، خبر قحطی ها رو میشنوید، ویروس ها رو میشنوید، کووید 19 رو میشنوید و بعد کووید 20 دنبالش میاد، 21ش دنبالش میاد، اینها دردهای زایمانه. اگر احساس کردید که 3 سال به 3 سال اتفاق میفته اشکال نداره، میتونید راحت بشینید سر جاتون، ولی احساس اگر میبینید که داره 5 دقیقه به 5 دقیقه اتفاق میفته یا همه‌شون دارن با هم اتفاق میفتن، پس بدونید که در زمانهای آخر داریم زندگی میکنیم و بر اساس آنچه که ما داریم میبینیم عزیزان در زمانهای آخر داریم زندگی میکنیم. بنابراین ما چه جور افرادی باید باشیم در سال 2022 و من مطمئنم 2023 2024 که بتونیم که در مقابل اینها تاب بیاریم. و برای شما از رساله دوم پولس صحبت کردم به تیموتائوس و بهتون گفتم که این رساله آخرین رساله‌ای هستش که پولس از زندان می‌نویسه و جالب اینه که این رساله رو دیگه شخصیش کرده، به کلیسا ننوشته و این عمدی بوده،
میتونست به کلیسایی که تیموتائوس رهبرش بود و چند کلیسای دیگه زیر پرش بودن اینجوری بنویسه، ولی این کار نمیکنه. به تیموتائوس مینویسه، شخصی مینویسه و تمامی آن چیزهایی رو که در آخرین لحظات زندگیش میخواد بهش بگه با تیموتائوس و با تیموتائوس‌های دوران‌های مختلف و تیموتائوس‌های کلیسای شمال لندن میخواد در میون بذاره و اینطور مینویسه. و بهتون گفتم که هفته در مقابل اینجا شما میتونید اسم خودتون رو بذارید از دوم تیموتائوس فصل 2 آیات 1 تا 7. پس تو ای فرزند من میذارم فریدون، شما اسم خودتون رو بذارید، در فیضی که در مسیح عیسی هستی زورآور باش و آنچه به شهود بسیار از من شنیدی به مردمان امین بسپار که قابل تعلیم دیگران هم باشند. چون سرباز نیکوی مسیح در تحمل زحمات شریک باش. هیچ سرباز خود را در امور روزگار گرفتار نمی سازد تا رضایت آنکه او را سرباز ساخت بجوید و اگر کسی نیز پهلوانی کند تاج را بدون می دهند اگر به قانون پهلوانی نکرده باشد. برزگری که مهنت می کشد باید اول خود از حاصل نصیب برده باشد. در آنچه می گویم تفکر کن، زیرا خداوند تو را در همه چیز فهم خواهد بخشید. اولین چیزی که پولس اشاره میکنه که دفعه پیش صحبت کردم در موردش اینه که میگه تو در آن فیضی که در مسیح عیسی است درش زورآور باش. چجوری میتونیم در فیض زورآور باشیم؟ یه کتاب خیلی عالی هست، من با خودم آوردم که بهتون بگم، احتمالاً اونایی که کتابخون هستن، اهل کتاب هستن باش آشنا هستن. اسمش هست بهای شاگردی. فردی به اسم دیتریش بانهوفر نوشته. بانهوفر در زمان آلمان نازی معنی فیض رو خوب درک کرد و معنی فیض رو خوب در این کتاب نوشت. دستگیرش کردند و جالب اینه که زمانی که بانهوفر رو به خاطر ایمانش و به خاطر ایستادگیش دستگیرش کردند، کلیسا ساکت باقی موند. و جالبتر این که درست یک هفته پیش از این که متفقین پیروز بشن و اون زندانی که ایشون در اونجا اسیر بود به اصطلاح آزاد بشه، ایشون رو در اونجا به دار کشیدن. برای اولین بار ما با یک مفهوم در کتاب بانهوفر آشنا هستیم در رابطه با فیض و اون کلامی هست به اسم فیض ارزان. و بانهوفر داره تو این کتابش لب مطلبش این هستش که ما دو فیض داریم. یک فیضی که بر روی عیسی مسیح، صلیب او و کاری که عیسی مسیح در روی صلیب انجام داده استواره، و فیض دیگرش بدون اینکه مسیحی در این فیض باشه استواره. فیض اول فیضی هستش که فقط به این نگاه نمیکنه که خدا گناهان منو بخشیده، بلکه فراتر از اون این بخشش گناهان بهش این جرأت رو میده که هر روز در حضور این خدا حضور داشته باشه، بشینه در یک رابطه دو طرفه با خدا مکالمه داشته باشه، بگه بشنوه. ولی اون یکی فیض ارزان صرفاً حال میکنه آقا مسیح گناهان ما رو بخشیده، حال کنید دیگه. نه فقط گناهان گذشته، گناهان آینده ما هم بخشیده شده است و همه ما بالاخره به نحوی در آسمان هستیم. اتفاقاً امسال وقتی که در این زمینه صحبت میکنیم خواهید دید که ابداً فیض ارزان انسان رو به نجات نمیرسونه. آنچه که پولس داره در اینجا میگه اینه که عزیزان من، شما باید روی فیضی زندگیتون رو قرار بدید که هسته مرکزیش عیسی مسیحه، نه خود فیض. فیض در عیسی مسیحه، پس باید روی عیسی مسیح خودتون رو متمرکز، و این فیضی که روش متمرکز کردید شما رو بیاره به رابطه دو طرفه با خدا، و در رابطه دو طرفه با خدا هر روز زورآور بشید به این شکل که اولویت‌های خودتون رو با اولویت‌های آسمان یکی کنید. 1 2 3 بکنید. هدف من در زندگی چی هستش؟
هر روز که داری این اولویت ها رو هی بالا پایین میکنی که مطمئن بشی که با آنچه که خداوند نقشه داره باهاش جور هستش، اون موقع تو هر روز زورآور میشی در این فیض. و جالبش اینه که وقتی که پولس داره از فیض صحبت میکنه، داره مطرح میکنه از فیضی که گم کردم دیگه، داره از فیضی صحبت میکنه که ببخشید من باید حواسم می بود که آیپدم رو جا نمیذاشتم. لغت استمرار رو به کار میبره، میگه زورآور باش، ولی میگه در این زورآوری ادامه بده. و وقتی که میگه که در این زورآوری ما باید ادامه بدیم، صحبت از رابطه دو طرفه‌ای میکنه که باید با خداوند هر روزه داشت. علت اینکه روح القدس به ایماندار عطا میشه برای اینه که در یک چنین رابطه دو طرفه‌ای ما رو قرار بده. و وقتی که ما از فیض زورآور بشیم، اون موقع اون قدم‌های بعدی رو که پولس داره به تیموتائوس میگه میتونیم به جا بیاریم، که میگه که اگه تو اینطور هستی، اون موقع میتونی شروع کنی برای دیگران نمونه بودن، منتورینگ. هدف دومی که ما برای نه فقط کلیسای خودمون، برای شورا، کلیساهای شورا داریم که امسال میخوایم که منتورینگ رو انجام بدیم. پولس میگه وقتی که داری زورآور میشی، وظیفه سنگینی بر دوشت هست. اولش اینه که باید افرادی مثل خودت رو به وجود بیاری. آنچه به شهود بسیار از من شنیدی به مردمان عمیم بسپار که قابل تعلیم دیگران هم باشند. و دومیش، در تحمل زحمات شریک باش. فراموش نکن هویت تو، فراموش نکن تو کیستی. دنیا دائم تلاش خواهد کرد هویت‌های مختلف به تو بزنه، ولی یادت باشه تو سرباز هستی و به یاد داشته باش که چه کسی تو رو به سربازی گرفته. بنابراین حواست باشه خودت رو در امور روزگار درگیر نکن. در سال 2022 خیلی چیزها خواهد بود که بخواد ما رو در خودش درگیر کنه. حواست باشه که اولویت تو درست بچینی. تو سرباز هستی، خودتو در امور روزگار گرفتار نساز. تو پهلوان هستی، در مسابقه‌ای داری شرکت میکنی که قانون داره، مقررات داره. ما در مسابقه‌ای هستیم که قوانینش در آسمان تعیین شده و ما باید مطابق قوانین آسمان در این مسابقه باشیم تا تاج رو بگیریم. و حواست باشه که تو کشاورز هستی، تو کلام میکاری و این کلام زندگی مردم رو عوض میکنه. پولس میگه روی زندگی دیگران زمانی میتونی سرمایه گذاری کنی که خودت فیض رو هر روز داری تجربهش میکنی و هر روز از اون فیض قوت میگیری. هر روز به یاد میاری که عیسی برای تو مرد، ولی از این مردن هدفی داشت. هر روز به یاد میاری که برای اینکه تو از نجات برخوردار باشی چه بهای عظیمی برای تو پرداخت شده. روی زندگی دیگران سرمایه گذاری کن. چجوری؟ بفرستمشون دیگران رو به مدرسه الهیات؟ پولس میگه نه. آنچه به شهود بسیار از من شنیدی، آنچه که در مقابل چشم تو و آنچه که در مقابل چشم این همه آدم من زندگی کردم، گفتم و زندگی کردم، اونها رو بسپار به اونهایی که قابل تعلیم هستن که به دیگران بسپارن، همونطور که من کردم به شکل عملی. پولس چطوری تیموتائوس رو شاگرد کرد؟ اولش این که پولس مدلی درست در مقابل چشم تیموتائوس
گذاشته بود. و قدرت فیض عزیزان این هستش، زمانی که ما در رابطه دو طرفه با خدا هستیم، زمانی که هر روز اولویت‌های خودمون را با اولویت‌های آسمان درست میچینیم، اون موقع دیگه ترسی در ما نیستش که به مردم بگیم میدونی چیه، نگاه کن به زندگی من، از زندگی من مدل بردار. اون موقع تو واقعا اوکی خواهی بود. من دارم آنچه رو که باید زندگی کرد در مقابل چشم تو میذارم که تو بدونی که این زندگی قابل زندگی کردنه. ما در کلیسا بله تعلیم احتیاج داریم، ما در کلیسا بشارت احتیاج داریم، ما در کلیسا پرستش، همه اینها رو احتیاج داریم، ولی همه اینها باید به این منتهی بشه که بتونیم در کلیسا نمونه‌های درست داشته باشیم. مردم به اونهایی که در کلیسا هستن نگاه کنن و از اونها مدل بردارن، نمونه‌های درست. پولس لااقل در 3 جا بر اساس این رساله میبینیم که از خودش مدل گذاشته بود. اولین چیزی که پولس داره بهش اشاره میکنه اینه که میگه تیموتائوس بدون که من در پاکی برای تو نمونه گذاشتم. در همون فصل اولش میگه شکر میکنم آن خدایی رو که از اجداد خود با وجدان خالص دارم او رو خدمتش میکنم، دارم او رو بندگیش میکنم. و این لغت یونانیش در واقع بیشتر به پاکی اشاره میکنه تا به وجدان. وجدان در واقع باعث میشه که انسان در زمینه‌های اخلاقی تصمیمات درست بگیره. و پولس میگه که وقتی که من نگاه میکنم به وجدان خودم، میبینم در جاهایی که باید تصمیمات اخلاقی درست میگرفتم، تصمیمات اخلاقی درست گرفتم. و من این رو در مقابل چشم تو گذاشتم. جای دیگری که پولس از خود گذاشته بود این بود که فقط از پاکی نمونه نذاشت، بلکه به تیموتائوس نشون داد که چرا یک چنین پاکی رو میتونه زندگی کنه. برای اینکه تصویر و دیدگاه درست داره. تفکرات ما، دیدی که ما به دنیا داریم، دیدی که ما به مسائل داریم، اونها تعیین میکنن که ما انتخاب هامون چی باشه و رفتارمون چی باشه. و پولس میگه که بدون اینکه این دیدگاه درست رو داشته باشی نمیتونی انتخاب های درست اخلاقی داشته باشی. و در مقابل تیموتائوس تصویر و دیدگاه بسیار درستی رو میبینیم که قرار داده. باب 3 از آیه 10 به تیموتائوس اینطور می نویسه: تیموتائوس تو همه چیز رو در رابطه با زندگی من می دانی. تعلیم و سیرت و قصد و ایمان و محبت و صبر مرا که پیروی نمودی و زحمات و آلام مرا مثل آنهایی که در انطاکیه و ایقونی و لستره بر من واقع شد. چگونه زحمات رو تحمل می نمودم و خداوند مرا از همه رهایی داد. در واقع تیموتائوس دید درست داشته باش. کسانی که به دینداری زیست کنند زحمت خواهند کشید. مهم نیست کجا باشه، میخواد ایران باشه، میخواد آمریکا باشه، میخواد انگلیس باشه. اگر میخواهی به دینداری زندگی کنی، اگر میخواهی که با معیارهای آسمان جور باشی، اگر میخواهی حاکمیت آسمان تو زندگیت باشه، زحمت خواهی کشید. عزیز من، تو در رابطه با زندگی من همه چیز رو میدونی تیموتائوس. مردمان شریر و دغاباز در بدی ترقی خواهند کرد. 22 23 24 سالهای ما که فریبنده و فریب خورده هستند، اما تو در آنچه آموختی و ایمان آوردی قایم باش، چون که میدانی از چه کسانی تعلیم یافته ای. تصویر درست، دید درست در مقابل تیموتائوس داره قرار میده و بر اساس آن دید درستی که داره زندگی درست رو به شکل عملی در مقابل چشم تیموتائوس گذاشته. اعتماد در هر رابطه‌ای مهمه. رابطه پدر و فرزند، رابطه زن و شوهری، رابطه دوستی. و این اعتماد در رابطه ما با خدا هم
مهم هستش. اعتماد چطور به وجود میاد؟ ما وقتی که در رابطه هستیم و در این رابطه عاشق هستیم، عشق به وجود میاد. اولین چیزی که عشق به وجود میاره اعتماده. زمانی که شما در رابطه هاتون میبینید که اعتماد وجود نداره، یعنی اینکه عشقی دیگه وجود نداره. متاسفانه ما این اعتماد رو چجوری میتونیم، اعتمادی که بین انسان و خدا، بین فرزند خدا و خدا وجود داره، چجوری میتونیم این رو یاد بگیریم؟ با حرف نمیشه. زمانی که ما به زندگی دیگران به نمونه‌های درست داریم نگاه میکنیم و میبینیم که چطور در رابطه اونها یک چنین اعتمادی به خداوند وجود داره، اون موقع هستش که ما هم یاد میگیریم که به خداوند اعتماد کنیم. پولس داره میگه که تیموتائوس، تو با من بودی؟ لستره که شهر خودت بود، دربه که اونم شهر همسایگیت بود، ایقونی و اینا رو تماما با من بودی و دیدی که در اونجا به خاطر این دیدی که داشتم و زندگی که داشتم چقدر زحمات و آلام بر من اومد، بر تو هم اومد. و دیدی که چطور به خداوند اعتماد کردم و خداوند مرا از همه اونها رهانید. آیا تماما این کارو کرد؟ نه، نکرد. در روم خداوند نکرد، برای اینکه خدا نقشه داره. ولی داره مطرح میکنه تو از من یاد بگیر که چطور من به خداوند اعتماد میکردم. و جالب اینه که تیموتائوس خوب یاد گرفته بود و چقدر عالی هستش که من و شما هم زمانی که نگاه میکنیم هم به مردان و کلام خدا و هم به مدل‌های درستی که در کلیسا داریم و تلاش میکنیم که مدل درست‌تر باشیم، یک چنین اعتماد به خداوند رو یاد بگیریم، مخصوصا در روزهای سختی که ما در پیش خواهیم داشت. ما در کتاب پیدایش یک داستان خیلی عالی داریم در مورد ابراهیم. زمانی که در فصل 22 خداوند بهش میگه که اسحاق رو بیا برو قربانی کن. اسحاقی که خدا در زمان پیری بعد از 25 سال منتظر شدن برای وعده خدا به دست آورده بود، حالا خدا حالگیری داره میکنه، میگه میدونی چیه؟ باید این بچه رو برای من قربانی کنی. خداوند تو از قربانی انسان ناراحتی، میگی حالم به هم میخوره، چطور مثل بت‌ها از من میخوای که بچه‌م رو قربانی کنم؟ اون من بچه‌ای که به معجزه دادی، اگر میخواستی اینجوری ببری اصلا چرا دادی؟ اسمش که معجزه نیست. ابراهیم خیلی دلایل داشت که بگه میدونی چیه، تو پیر شدی، خرف شدی، صدای خدا رو نمیشنوی، شیطان داره باهات صحبت میکنه، اصلا اراده خدا به این شکل نیست. همه دلایل رو داشت، ولی رابطه‌ای که با خدا داشت رابطه‌ای بود که صدای خدا رو میشناخت و رابطه‌ای بود که در این رابطه اعتماد وجود داشت. میخواد ببره، خودش داد، خودش هم میتونه بگیره ببره. میخواد نجات بده. آنچه که از من طلب میشه اینه که بهش اعتماد کنم. خب این واقعا نمایی بزرگ از ایمانه که متاسفانه ایمان بزرگتر از این رو زیر پوشش قرار میده که هیچکی نبینه. اسحاق دارم میرن، اسحاق میگه که بابا داریم میریم قربونی کنیم، خیلی عالیه، 4 روز هم داریم راه میریم، اینم خیلی عالیه، چوب که با خودمون داریم اینم خوبه، کبریت هم که با خودمون هست اینم خوبه، ولی بره کجاست؟ و اونجا ابراهیم بر اساس اصلا نبوت میکنه، میگه بره رو خود خدا فراهم خواهد کرد. و اینا میرن اون بالا. ما وقتی که فکر کنیم اسحاق مثلا یه بچه نزاریه که تو بغل قنداق، نه، یه آدم قلچماق دهاتیه، هر روز کره خورده، قیماق خورده، دنبال چی میگن گرگ و سگ و شیر و اینا، مثل داوود که در 10 سالگی خرس میکشت، این در 12 سالگی 13 سالگیشه. یعنی اگر اینجوری بکنه ابراهیم رو چپش میکنه، دست پای ابراهیم رو میبنده، خود ابراهیم رو میذاره روی قربانی. خدا که با اسحاق صحبت نکرده، که خدا با ابراهیم صحبت کرده. اسحاق چی کار میکنه؟ تسلیمه. باباش میذاردش، میخوابوندش، اصلا یه بار مخالفت نمیکنه. میدونی چرا؟
برای اینکه ابراهیم چنان زندگی رو در مقابل چش اسحاق زندگی کرده بود که اسحاق اعتماد به خداوند رو ازش یاد گرفته بود. ابراهیم اینطور زندگی کرده بود. این که بعدها این حادثه در روان و نمیدونم شخصیت اسحاق به چه شکل خودشو متجلی خواهد کرد صحبت یک هفته کنفرانس دیگه است، ولی در این مقطع لااقل ابراهیم آنچه رو که در مقابل چشم بچهش نشون داده اعتمادی که به خداوند داره. و صحبت من الان این هستش، بچه ما از من و تو چه اعتماد به خداوندی رو داره یاد میگیره؟ من بچه‌ام بزرگ شدن، شاید از این قضیه بری هستم الان، ولی شماها که بچه کوچک دارید همینجور دارن هر روز زندگیتون رو، حرف زدن هاتون رو نگاه میکنند، چه جور اعتمادی نسبت به خداوند رو یاد میگیرند؟ باید یاد بگیرن، برای اینکه وقتی که به سن اسحاق برسند 12-13 سالگی، اگر یاد نگرفته باشند تو سر خودمون خواهیم زد. مواد مخدر وجود خواهد داشت، دغابازی، کلک، فلان، بهمان، روابط بسیار غلط وجود خواهد داشت. تا 12-13 سالگی رو نمیدونیم چه اتفاقی خواهد افتاد. با موقع فکر میکنید که کی رو یقش رو خواهید گرفت. الانه که باید اعتماد به خداوند رو در مقابل چش خودنا بذارید. با یه هفته کلیسا آوردنشون کار درست نمیشه. ما اعتماد بکنیم که خواهر ما پگاه مثلا در کانون شادی معجزه خواهد کرد، نه خیر، نخواهد شد. آنچه که اتفاق میفته در منزله، در اون صحبت ها و روزمرگی های شماست که چه جوری دارید، چه جور اعتمادی رو نسبت به خداوند در مقابل چشش قرار میدید. پولس داره مطرح میکنه که میدونی چیه؟ من تصویری درست در مقابلت گذاشتم از اینکه چطور میتونی به خداوند اعتماد کنی. پولس نه فقط از پاکی مدل گذاشته بود، نه فقط از تصویر و دیدگاه درست در مقابل تیموتائوس گذاشته بود، بلکه از عشق و علاقه خودشم، عشقی که به خداوند داشت نمونه گذاشته بود. به رساله فیلیپیان نگاه کنید، از زندان داره می نویسه، میگه ببینید چیه؟ میدونم شما برای من خیلی نگران هستی، ولی بذارید یه چیزی بهتون بگم و سخن رو تمامش کنم. برای من مردن نفعه. اگر فکر میکنید که مردن یک ضرره، یه آسیبه، برای من مردن نفعه. برای من زندگی میدونید چیه؟ مسیح. هسته مرکزی زندگی من روی مسیح استواره و چون این هستش، مردن، مرگ دیگه تصویرش برای من عوض شده. مرگ برای من بیشتر به دست آوردنه. در همون رساله میگه میدونید چیه؟ من همه چیزم و زیان شمردم. چرا؟ برای اینکه میخوام که سود من مسیح باشه. این اون قدرت فیضه، زمانی که فرد در رابطه دو طرفه با خدا زورآور میشه. یه جایی این متن رو میخوندم، برای من خیلی جالب اومد. رئیس جمهور آمریکا ویلسون، اون موقع که هنوز رئیس جمهور نبود، قرار بود توی دانشگاه صحبت کنه. قبل از صحبتش میره به یه آرایشگاه و خودش در اونجا مینویسه تو بایوگرافیش. چندی نگذشته بود که احساس کردم شخصیتی وارد مغازه سلمانی شد. مردی وارد مغازه شد و در صندلی کنار من نشست. زمانی که شروع به صحبت کرد، از هر کلامی که از دهان او خارج می شد میتونستی علاقه و عشقی رو به فردی که او را خدمت می کرد احساس کنی. پیش از اینکه کاملا بفهمم چی شده، از این مطلب به خوبی آگاه بودم که در یک جلسه بشارتی پرقدرت قرار دارم. زیرا کسی که در کنار من نشسته بود جناب دی.ال. مودی بود. بعد اینکه ایشان از مغازه رفتن دقت کردم و دیدم که چه تأثیری بر فرد آرایشگر و همکار او و مشتریان گذاشته.
اونها حتی اسم او رو نمیدونستند و حال کاملا آگاه بودند که چطور با سخنان او فکر آنها به اعلا بالا برده شد. و رئیس جمهور آینده آمریکا اون موقع میگه و من طوری از آن مغازه بیرون آمدم که انگار از یک جلسه پرستشی پر از روح بیرون اومده بودم. خب این ما رو در مقابل یه سوال قرار میده. آخرین باری که وارد یه مجلس شدیم، مهمونی، جشن تولد، جمع شدنهای دوستانه، زمانی که اونجا وارد شدیم و به خاطر حساسیتی که در ما بود، عشق و علاقه‌ای که به خداوند عیسی بود، آیا اونجا به خاطر ما حال هوای پرستش رو گرفت؟ یا اینکه هوای اونجا هرچی هم که حال هوای پرستش رو داشتیم از ما گرفت؟ اینها اون چیزهایی است که نشون میده آیا ما زورآور شدیم یا نه. پولس اینجوری از خودش لااقل مدل گذاشت بر اساس آن چیزهایی که در دوم تیموتائوس من بهش نگاه میکردم. ولی فقط این نبود، پولس از متد و شیوه درست هم استفاده کرده بود برای اینکه تیموتائوس رو رشد بده، برای تیموتائوس حقیقتا نمونه خوبی باشه. پولس روش درست رو هم به کار گرفته بود. عزیزان، روش درست برای اینکه برای دیگران نمونه باشیم چجور روشی هستش؟ روشش اینه که نظر افراد به فریدون جلب بشه؟ نه، نظر افراد به خداوند جلب بشه. و میبینیم که چطور داره این کار رو میکنه. عزیزان، متدهای صحیح، روشهای صحیح که مردم رو به جانب خدا هدایت میکنن، اون متدهایی هستن که اولا ما رو میبرن به حضور خدا. فصل 1 آیه 6 پولس میگه که ببین تیموتائوس، به یاد تو میارم آن عطایی را که به وسیله گذاشتن دستهای من بر توست. به یادت میارم که اونو چیکارش کنی؟ اونو برافروزی. پولس به تیموتائوس میگه که ببین، من وقتی به تو دست گذاشتم این نیستش که من دست گذاشتم تو یه چیز عالی پیدا کردی. نه، ما وقتی که دست میذاریم بر روی یک نفر در واقع داریم تایید میکنیم، نگاه میکنیم به زندگی فرد و میگیم که بله، روح خدا در این فرد با این عطایاش داره کار میکنه و ما به عنوان کلیسا داریم تاییدش میکنیم. بنابراین وقتی که ما کسی رو به قول معروف دستگذاری میکنیم برای شیخی، کشیشی، شماسی، خدمت یا هر چیز دیگه، به این معنی نیستش که با دست گذاشتن ما اینها خادم میشن. نه، به این معنی که اینا خادم هستند و ما داریم تاییدش میکنیم مسیر رو که خدا تو زندگی اینها داره. و پولس داره میگه که تیموتائوس، اینو تو داری، ولی آنچه که دارم بهت میگم اینه که اونو شعله ورش کنی. جرقه هایی رو که در تو هستش به هم چنان بزن که این جرقه ها شعله ور بشه، آتیش بگیری. وقتی که یک نفر در آتیشه مردم طرفش جذب میشن، حتی اگر برای اینکه برکت پیدا بکنن هم جذب نشن، کنجکاوی جذب میشن که ببینن طرف چجوری در این آتش میسوزه. پولس میگه که یک چنین کاری رو بکن، نذار آن چیزی که در توست و ما هم دیده ایم که در توست اینها فروکش بکنه. پولس داره چیکار میکنه؟ داره تیموتائوس رو میبره به حضور خدا. نمیگه بیا پیش من، نمیگه بیا منو به قول معروف بده بالا زیر بغلم بده و فلان. میگه نه، آنچه که دارم بهت میگم اینه، تو الان روح خدا رو داری، شعله ورش کن و شعله ور نگرش دار. همه ما این کار رو میتونیم برای همدیگه بکنیم. متد درست، متدی که ما رو به حضور خدا میبره. و دوم،
متد درست اینه که ما رو به طرف نقشه خدا میبره. نقشه من نه، نقشه خدا. پولس نقشه خدا رو در مقابل چش تیموتائوس گذاشته بود. ما اگر نقشه ای رو که خدا برای شخص من و شخص و تمامی دنیا داره، اگر ما اونو درک نکرده باشیم، در این اخبار دنیا دائم فرو میریم. دنیا با اخبارش برای ما تصمیم میگیره که به چی فکر بکنیم. ولی اگر میخواهیم که به رشد ایمان دیگران کمک کنیم، نمونه درست باشیم، در زندگیمون به درستی زندگی کنیم، اولویتامون درست باشه، لازمه که ما نقشه خدا رو بدونیم. در فصل 3 آیه 14 اما تو در آنچه آموختی و ایمان آوردی قایم باش، زیرا که میدانی از چه کسانی تعلیم یافتی و اینکه از طفولیت کتب مقدسه رو میدانسته ای. که چی بشه کتب مقدسه رو دانستم؟ هدفش چی بوده؟ میگه تو رو حکمت بیاموزه، به تو این آگاهی و دانش و طرز استفاده از این آگاهی و دانش رو به تو بده. در چه موردی؟ برای نجات. از چه طریقی؟ از طریق ایمانی که بر مسیح عیسی است. و بعد چند آیه بعدش، 2 آیه بعدش، آیه 16، تمامی کتب الهام خداست و به جهت تعلیم و تنبیه و اصلاح و تربیت در عدالت مفید است. که چی بشه؟ تا مرد خدا، تا زن خدا به جهت هر عمل نیکو آراسته باشه. نقشه خدا اینه. مهم نیست زمان چقدر خراب بشه، مهم نیست چقدر در کووید ها و قحطی ها و جنگ ها و کشتارها گرفتار بشیم. هدف خدا این هستش که من و تو اتفاقا برای همین زمان ها جواب باشیم، تا مرد خدا به جهت هر عمل نیکو تجهیز شده باشه. نقشه خدا این هستش. متدها و روش‌های صحیح اونهایی هستن که ما رو هدایت میکنن که در نقشه خدا به طور کامل ما هم عملی کار کنیم، آستین بالا بزنیم، همش نشینیم در مورد مفاهیم الهیاتی با هم بحث کنیم، نه، بلکه عملاً بین بودن ما و انجام دادنهای ما هیچ گونه فاصله‌ای وجود نداشته باشه. و روش‌هایی هستش که روش‌های درست، روش‌هایی که اون قوه‌ای رو که خدا در ما قرار داده، اون قوه رو درک کنیم. در فصل 22، در فصل 2 آیه 22 در همین رساله پولس داره بهش میگه از شهوات جوانی بگریز، با آنانی که از قلب خالص نام خداوند را میخوانند عدالت و ایمان و محبت و سلامتی را تعقیب کن. از مسائل بیهوده و بی تأدیب اعراض نما، چون که میدونی که دعواها پدید میاره. که بنده خدا نباید نزاع کنه، بلکه با همه کس ملایم، راغب به تعلیم و صابر در مشقت باشه. همینا رو چجوری باید انجام بدیم؟ ولی میگه انجام بدید. متد درست متدیه که ما رو میرسونه که قوه‌ای رو که این فیض، این بخشش خدا، این رابطه ای که میتونیم با خدا هر روز داشته باشیم، این قوت درونی رو در ما به وجود میاره که بدونیم چجوری همه اینها رو چیکار بکنیم، انجام بدیم. به تیموتائوس میگه تیموتائوس همه این خطرها برای تو هست، ولی تو در وجودت، برای اینکه هر روز داری در این فیض قوت میگیری، این قدرت رو داری که بتونی در مقابل همه اونها بایستی. یکی از چیزهایی که استیفن منو باهاش آشنا کرد، فردی بود به اسم مایکل جردن. یک زمانی خیلی به بسکتبال علاقه داشت، در نتیجه ما هم علاقمند شدیم به بسکتبال. مخصوصا هر جا که مسافرت میرفتم از من از این پیرهن‌های اوتنتیکشو، چاخانشو نه، از اونایی که واقعا چیزی که گرونم بودن هی از من میخواستش که بیارم. در نتیجه منم میشستم و مایکل جردن و صحبتاش نگاه میکردم
وقتی که این موضوع رو داشتم می نوشتم یادم افتاد این مصاحبهش که خیلی جالب بود. بازنشست شده بود از بسکتبال ولی داشت چیزای تبلیغاتی انجام میداد، برای نایک هم بود اتفاقا این چیز تبلیغاتیش. و در اونجا مایکل جردن این حرف رو میزنه، میگه من 9000 تا پرتاب رو خراب کردم، 300 بازی رو باختم، 26 دفعه هم توپو دادن دست من که بندازم تو سبد که بازی رو ببریم که هند زدم، نتونستم. برای همینم مایکل جردن اینو میگفت من بیشتر شکست خورده هستم تا یه قهرمان. آدم وقتی اینو میشنوه شوکه میشه، یه قهرمان داره در مورد خودش اینو میگه. ولی مایکل جردن ادامه میده، ولی این اون جایی نیستش که شما باید توجهتون روش بذارید. توجهتون رو باید بریم بذارید که اون شکستا کاری که در من کرد این بود که آن توانی که بالقوه در من هست من اونو بشناسمش و اون شکست ها بودن که منو به جانب هدف هدایت کردند. آن نیروی بالقوه. آیا تشخیص میدیم که حتی در این شکست هایی که داریم خدا داره تلاش میکنه که ما رو با اون نیروی بالقوه‌ای که در وجود ماست آشنا بکنه، آگاه بکنه، بدونیم که چه قوه‌ای در وجود ماست که میتونه ما رو به کجاها برسه، یا این که در این شکست هامون اسیر کردیم خودمون رو. من خودم الان در دورانی دارم زندگی میکنم که با این سال در این سالی که دارم وقتی به زندگیم نگاه میکنم بیشتر شکست خوردم. الان قشنگ میتونم ردیف بکنم که چه چیزهایی رو خراب کردم. خیلی دلم میخواد که اونطور که مایکل جردن میگه بشینم فکر کنم که از این شکست‌ها خدا داره منو به طرف هدفی میبره. سخته وقتی که اسیر شکست‌ها شده باشی. سال 2022 عزیزان من سالی هستش که باید این قوه رو در وجود خودمون تشخیص بدیم. اتفاقا خدا رو شکر میکنم که امسال تصمیم گرفتیم که در مورد آسمان صحبت کنیم، در مورد معیارهای آسمان صحبت کنیم، در مورد امید مبارک صحبت کنیم. این احتیاجی است که ما داریم برای اینکه تا آسمان برای ما واقعی نشه که بتونیم اون واقعیت رو در روی زمین زندگی کنیم، نمیتونیم سال 2022 رو بریم جلو. تمام تلاش ما این خواهد بود. تمام تلاش ما این خواهد بود در روزهایی که مال پنتیکاست هستش اتفاقا جمع بشیم یک هفته، اتفاقا برای پری روح القدس، اتفاقا برای صحبت کردن به زبانها دعا کنیم. برای اینکه بدون اون نمیتونیم. باید این قوه، این جرقه ها باید شعله ور بشه. باید این قوه در وجود ما شعله ور بشه. سومین کاری که پولس میکنه اینه که تیموتائوس رو با انگیزه صحیح براش مدل میشه. زیرا خدا به ما روح جبن و ترس رو نداده. بسیاری از کارهایی که انسان ها میکنن از روی ترسه. من نمیگم ماسک نزنید، ولی علت این که همه ما ماسک زدیم برای اینه که اومیکرون نگیریم یا فلان نکنیم یا بهمان نکنیم. خوب کاری میکنیم، باید هم بکنیم. ما از میترسیم که مبادا زندگیمون خرجمون نکشه، بنابراین از بیکاری میترسیم. خیلی از کارهایی رو که ما میکنیم ریشه و منشأش ترسه، ولی آنچه که در مقابل ترس میسته، نقطه مقابل ترس ایمانه. ایمان به اونی که ازش فیض رو گرفتیم، به اونی که هر روز باهاش در رابطه دو طرف هستیم. گفتم آسمان اگر برای ما واقعی باشه
در روی زمین میتونیم اونو زندگی کنیم. مگه مسیح نگفت اینجوری دعا کنید اراده تو چنان که در آسمانه در زمینم کرده بشه؟ توسط کی؟ توسط من و شما. و پولس یک چنین کاری رو برای تیموتائوس کرد و پولس یک چنین کاری رو برای من و شما کرده و یک چنین چیزی رو از من و شما میخواد. برای سال 2022 عزیزان من، بعداً اگر فرصت شد که نخواهد شد چون در مورد مطالب دیگه صحبت خواهیم کرد، ولی پولس داره مطرح میکنه زحمات داره میاد، بدی ترقی خواهد کرد، مردمان چاخان ترقی خواهند کرد، سیاهی زیادتر خواهد شد، ولی آن قوه‌ای که در توست و آن آتشی که در توست برش غلبه خواهد کرد. شماها جواب خواهید بود. بنابراین در تحمل زحمات شریک باش، مثل یه سرباز. خودت رو در امور روزگار گرفتار نکن، برای اینکه وقت نزدیکه. هی خداوند بیا. فکر میکنم به اندازه کافی صحبت کردم. میخواید سرپا بیستیم؟ باز هر کس چند لحظه به خود، به اولویتاش، به برنامه هایی که داره، به این که میخواد در سال 2022 از کجا به کجا برسه، میخواد چیکار کنه، همه ما اینها رو جلوی چشمون بیاریم. اینکه آیا جرقه کماکان جرقه هست که شعله ور کنیم؟ اینکه آیا میخواهیم که برای دیگران جواب باشیم تا سوال؟ آیا مدل درستی رو از خودمون نشون بدیم؟ تمام اینها برای شما تیموتائوس هست، برای ما تیموتائوس هست. امسال در این کلیسا ما میخواهیم همه با هم به شکل جدی بریم جلو. سال سختی خواهد بود، ولی سالی خواهد بود که آسمان رو بیشتر خواهیم شناخت و آسمان رو زندگی خواهیم کرد به شکل واقعی در زمین. بنابراین از الان فکرامون رو ست کنیم روی این مسائل و با خدا در این زمینه ها صحبت کنیم و اگر لازم اولویت ها رو عوض کنیم این کار رو بکنیم. من جلسه رو میدم دست برادر ادواردیشون، ادامه میدم جلسه رو و ایمان دارم خداوند با همه ما کار خواهد کرد.